سلام به همه. با یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوبی در خدمتتونم. امروز میخوام ببرمتون یکی از اصلی ترین و جذاب ترین جاذبه های توریستی شهر استانبول، مسجد سلیمانیه. با من همراه باشید. امروز مسیرمون ما رو میبره به دل یکی از باشکوه ترین یادگاری های دوران عثمانی، مسجد سلیمانیه. اینجا فقط یه مسجد نیست، ترکیبی از معماری، تاریخ، عرفان و آرامش. جایی که گذشته هنوز نفس میکشه، هم توی سنگ فرشاش، هم زیر گنبداش و حتی کنار مزارهایی که روایتگر یه امپراتوری بزرگن. این مسجد شاهکار یکی از بزرگترین معماران تاریخ عثمانیه، معمار سینان، همونی که تو زمان حیاتش بیشتر از 1000 تا بنا و اثر ساخته، ولی خودش اینجا رو شاهکار همه کاراش میدونست. گنبد اصلی، ستونها، حیاط و ایوانها همه یه هندسه خاص دارن، نه فقط برای زیبایی بلکه برای معنا. مثلا درست زیر سردر اصلی ورودی مسجد کافیه سرت رو بالا بگیری و به زیر طاق ورودی یه نگاه دقیق بندازی تا امضای پنهونی معمار سینان رو که سر یه جغده بتونی تشخیص بدی. و این تازه یکی از 10 رمز و رازیه که معمار سینان تو دل این مسجد جا گذاشته. خب اینم یه چیز جدیدی اضافه کردن اینجا. راهنمای مسجد هستش که هر کدوم از اینا رو روش بزنید به شما اطلاعات میده، هرچند که فکر میکنم بشه حتی زبانش هم عوض بکرد. بله، فارسی هم پشتیبانی میکنه. اینو توی مسجد سلیمانیه نصب کردن. هر کدوم از اینجاها رو روش میتونید در واقع کلیک بکنید و توضیحات مربوط به اون قسمت رو مطالعه کنید. حتی میتونید به صورت سه‌بعدی داخل مسجد پیش برید. بله، و اون قسمت هایی که فقط برای نمازگزارا در واقع قابل دسترس هست، برای من توریست از طریق یه شبیه ساز سه‌بعدی میتونم برم و از جلو ببینمش. وارد که میشی اول صدای شهر پشت در میمونه. همه چیز آروم میشه، نه ساکت بلکه نرم، مثل وقتی که نسیم از لای پرده رد میشه. سقف بلند و سبک، اما نه از سنگ، انگار از فکر ساخته شده. گنبد اصلی 53 متر بلنده با قطر 27 متر. ایستاده روی 4 ستون عظیم که خودشون رو پنهون نمی کنن. میشه دیدشون، حسشون کرد. این وزن فضا، این تعادل یه جورایی اوج معماریه. معمار سینان اینجا رو وقتی ساخت که دیگه استاد شده بود. میخواست چیزی بسازه که بمونه، نه فقط توی سنگ و آجر، توی ذهن. نور از پنجره های بالا مستقیم نمیتابه، میرقصه توی اون شیشه های رنگی. طیف نوری که از این شیشه های رنگی ساطع میشه باعث فراری دادن حیوانای موذی مثل موش که فضلشون نجس هست تو اسلام میشه و به این ترتیب اینجا
همیشه پاک و منزه میمونه. یه حلقه بزرگ از چراغ‌های فلزی نزدیک به زمین آویزون شده، طوری که سقف بلند هنوز حس میشه، اما نور نزدیک، زمینی. همه چیز طراحی شده برای تعادل، برای صدا، برای نور، برای هوا. معمار سینان حتی کانال‌های زیرزمینی برای تهویه هوا طراحی کرده بود. هوا آروم در گردشه و همه چیز فکر شده است. حتی جایی که دود شمع‌ها بالا می‌رفت جوری طراحی شده که دوده ها جمع بشن برای جوهری که خطاط‌ها استفاده می‌کردند. اینجا فقط یه مسجد نیست، یه سیستم زنده است، یه شعر طولانی از سنگ و نور و سکوت. وقتی میشینی رو فرش ها یه جور آرامش قدیمی از زمین بالا میاد، انگار خود زمان چند لحظه صبر میکنه تا تو فقط باشی و اینجا. ساخت مسجد در زمان سلطان سلیمان قانونی شروع شد، سال 1550 میلادی و 7 سال طول کشید تا تکمیل بشه. اینجا فقط یه محل عبادت نبود، یه مجموعه کامل بود از مدرسه، بیمارستان، آشپزخانه‌های عمومی، حمام و کتابخانه. اگه تو هم یه بار غروب توی حیات سلیمانیه قدم بزنی میفهمی اینجا تا چه حد با روحه و چرا سلطان سلیمان بزرگ اینجا رو واسه آرامگاه ابدیش انتخاب کرده. آخه اون زمانا رسم بوده پادشاه ها با بخشی از غنایم جنگی مسجد می ساختن، هم برای این که بعد از رفتنشون کسی شاید فاتحه‌ای براشون بخونه و هم این که اون مسجد بشه جایی برای آرام گرفتنشون. یه زمانی که شهر استانبول اینقدر بزرگ و گسترده نبوده، اینجا مرتفع ترین نقطه شهر به حساب می اومده و سلطان سلیمان بزرگ هم شاید دقیقاً به خاطر همین منظره وسیع و آرومش اینجا رو واسه ساختن مسجد و مزارش در نظر گرفته. درست توی بخش پشتی مسجد آرامگاه سلطان سلیمان قانونی قرار گرفته، پادشاهی که حدود نیم قرن حکومت کرد. کنار اون مزار همسر معروفش خرم سلطان هم هست، زنی که هنوزم دربارش قصه های زیادی گفته میشه. و کمی اون طرفتر مزار معمار سینان، کسی که این بنای بی‌نظیر رو با عشق و دقت ساخت.
توی این مزار سنگ ها یکی یکی قصه میگن، بدون صدا، بدون اغراق. روی بعضی ها گل حک شده، لاله، مینا، نیلوفر، نشون زنیست که زیر اون دفن شده. روی بعضی های دیگه کلاه قاضی، شاعر، سرباز یا یه دریا سالار. سنگ ها جای اسم، نشانه دارن، نه از جنس تزیین، از جنس هویت. هر کدوم نشون طبقه و شغل و شخصیت رسمی یا درباری. خط عثمانی، خمیده و کشیده. تو نظر اول بیشتر شبیه فارسیه، حتی شاید بتونی چند تا کلمه ای هم ازش بخونی. بعدها دیگه بیشتر به ترکی نزدیک شد، اما تا آخر زیبا موند. بعضی سنگ ها هنوز خاموست، بعضی ها خسته شدن. بارون و زمان حروف رو آروم پاک کردن، اما حس همچنان مونده. وقتی بین این سنگ ها قدم میزنی انگار پا روی تاریخ میذاری، نه از نوع رسمی و کتابی، یه تاریخ آرام، شخصی و ساکت. نور نارنجی خورشید روی سنگ ها، اون سکوت دلنشین و ناگهان صدای اذان. شاید به همین دلیله که آدم دلش نمیخواد زود از اینجا دل بکنه.
اگه این سفر کوتاه به دل سلیمانیه برات آروم، جالب یا حتی کمی شاعرانه بود، میتونی با سابسکرایب کردن همراهمون باشی تو قدم‌های بعدی. زنگوله رو هم اگه بزنی وقتی دوباره راه افتادیم یادآوری آرومی برات میاد. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.